نشست مطبوعاتی که با جلب نمایندگان واسطه اخبار در تالار بینایی مؤسسه دولتی اداره خواجگی راههای اتومبیلگرد ولایت سوخت دایر گردید. راهبران و نمایندگان مؤسسه‌های مربوط شعبه نقلیات و کمونیکاسیون مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت را گرد آورد تا از نتیجه فعالیت 6 ماهه معلومات مفصل پیشنهاد و با مسائل ارزیابی کرده روزنامه‌نگاران روشنی اندازند. در نشست مطبوعاتی راهبران و نمایندگان ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات، فیلیال جمعیت سهامی کشادی تاجیک تلکام، کارخانه واحد دولتی پشت تاجیک، ریاست منطقه سوختی کارخانه واحد دولتی راه آهنی تاجیکستان، مؤسسه دولتی اداره خواجگی راههای اتومبیلگرد ولایت سوخت، کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی و بخش خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت اشتراک کردند. بعد بررسی معلومات از فعالیت 6 ماهه مؤسسه‌های ذکر شده که در برابر پیشروی‌ها و فراگیری مشکلات و مسائل حل طلب نیز بودند، نمایندگان واسطه اخبار عامه با راهبری کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی کمونالی در سمت بعضی ماده تکنیکی و وضع اقتصادی زیرساختارهای آن با ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات عاید به بینظارتی رانندگان خط سیرها در رعایت آداب و اخلاق و مناسبت خوب با مسافران، تامینات رانندگان خط سیرها با لباس مخصوص کاری، با مؤسسه دولتی خواجگی راههای اتومبیلگرد ولایت عاید به جلب صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه و اهالی در تعمیر و ترمیم و منفذکنی راههای دارای اهمیت محلی، روند تطبیق لایحه‌ها در از نوسازی راههای نقلیاتگرد اهمیت بین المللی داشته. به کارخانه واحد دولتی راه آهنی تاجیکستان عاید به مسافرکشانی و پرابلم و مشکلات ساحه خط سیرهای وجود داشته استفاده و طلبات به آن، روند کشادنی خط سیرهای نو بارکشانی و سمت‌های آن به جمعیت سهامی شکل کشادی تاجیک تلکام اطراف جلب هر چه بیشتری مشتریان به خدمت رسانی‌های علاقه رقمی، وصل ایستگاه‌ها در دهات به هر جلب هر چه بیشتری مشتریان، زیاد کردن نقطه‌های رادیو شنوانی در ولایت و به کارخانه واحد دولتی پشت تاجیک عاید به وضع کنونی ساحه، روند خدمت رسانی‌ها به اهالی، دایره فعالیت این مؤسسه، جستجو و دریافت راه‌های مختلف خدمت رسانی، تامین پیشرفت و رشد با مرام ساحه مراجعت کردند و به مسائل‌های بررسی شده از طرف راهبران و نمایندگان مؤسسه‌های ذکر شده به روزنامه‌نگاران پاسخ داده شد.